خب با اولین آپشن موتور شروع میکنیم با استارت از راه دور و با دکمه بازم خاموش میشه. از آپشن های دزدگیر که بگم که بازشه، دوتا میخوره، قلفشم قلف، دوباره باز و استارت، یکی میزنی چراغ که روشن شد یکی دیگه میزنی دوباره خاموش. این هم که دزدگیرش. خب دوستان عزیز، با ما همراه بودید با تست و بررسی 200 بلوچ. خب از راهنماهای تانکی شروع میکنیم که از رخ کار چپ، متاسفانه 4 خطرش قطع شد. خب بلوری ساده پروازی و رینگ های شمشیری با گلپیش های زیبا. خب از کیلومتر موتور بگم براتون، 1 کیلومتر نیمه دیجیتال و فابریکی بلوچ، چراغا و دنده شما رو کار کرد. ساعتش هم دقیق نیست با چراغ چک. خب این موتور لوازمیه و یه جفت بوق بنزی که تست صداشم. خب عجب بوقی داشت آجی. این هم از مشخصات موتور، کمی اگه تا نشه 1400 200 سی. این موتورش فابریکه و گلپیچا و سال 400 و کاربرات شده. انج یک طور مثل اینکه صاحبشو اذیت میکرد کاربراتش کرد. و این هم از رخ عقب موتور، بازم کمک فنرهای فابریک خود بلوچ که طلایی و خوشگل. اگزوزم اسپونسره که تست صداشو براتون میذارم. راهنما عقبم تانکی، خطر عقب، ترک بند فابریکی بلوچ خیلی بزرگترین، عوضش کردم. هم از رخ بغل موتور. خب بریم واسه تست صدا. خب این هم از تست صدا. متاسفانه موتور کمی فیلر داره، واسه همین صداش کمی نازکه. صدا هم نمیخوره. در باک فابریکی در پالسیه که یه کمی رنگش رفته.